خب بچه ها چطور که ما میدونیم موضوع گذشته ما درباره سیستم آفتابی بود همین طور نه؟ خب نکن از این موضوع من یک چند سوال به شما میگویم کنی کی تیار است در گرد آفتاب 8 سیاره دور میزند همین طور نه؟ انا گفت کی میگوید که مسافه بین زمین و آفتاب چند کیلومتر است؟ مرحمت مسافه بین زمین و آفتاب یک واحد استرونومی میباشد که این برابر است به 149.6 میلیون کیلومتر. آفرین شین معلوم است که به درس تیار است. انا گفت سوال دوم کنی کی میگوید که گرمی آفتاب در چند دقیقه به زمین میرسد؟ کنی؟ گرمی آفتاب در مدت 8 دقیقه و 20 ثانیه به زمین آمده میرسد. آفرین معلوم میشه که به درس این کس هم تیار است. اما اکنون سوال دیگر در ترکیب آفتاب کدام ماده های شیمیایی وجود دارند؟ مرحمت در ترکیب آفتاب گاز هیدروژن و گل موجود است. آفرین لیکن به جرأت تر گفتن در کار کنه خودت گوی آفتاب از کدام طرف میبراید؟ نمیدونم استاد وقتی من از خواب میخوادم علاقه آفتاب باز آمده است. بچه از خونه پیشت کردن از کدام خونه؟ از کدام خونه میشود از خونه خودتون پیشت کردن او برای چی این خیل میگوید بابا؟ برای اون کی در خانه نیو در قد کوچه درس تیار کرده استودهی بچه نه بابا این خرک سرنوک است. بابا این خرک سرنوکی بزرد است. خیریتی خیر کنی گوی سهرین خرک در چیست؟ بابا هر چی که خوی همه میشود. مثلا اگر من سخیج خواهم در روی خرک در حال سخیج پیدا میشود. خیلی باور نمیکنم. او برای چی باور نمیکنید بابا؟ او من 100 بار سنجیدگی. کنی یک بار دیگر اثبات کن. حاضر. در حقیقت پیدا شده؟ او من گفتم که بابا باور نکرده. تازان فیرما در حقیقت فیرما ساقیج گوش کن تو این خرکه چه خیل پیدا کردی؟ تصادفاً بابا تصادفاً ای قصه دور و دراز. بهترش گوید که در دلتون چی آرزو داره از همین خرک نخسته آرزویتون جامعه عمل میپوشد. آرزوهایی که در دلم دارم یک تاش میخواهم که جوان شوم. جوان؟ نه بچه این بچه هم نه مای بچه شوم و انا باید به خانه روم
کمپیر منو دیده دیگر منو نمیشناسم. این کی؟ بابا جان این که کی؟ بعد من ویا گرفتم میارم نزدی تو ویا هم جادو میکنیم ویا مای دکک میشد. انا وقتی که مای دکک شد هر دوی هم باغچه میریم. فهمیدم بابا جان فهمیدم. درستکک شنیدو؟ چشمانتون رو پوشید. مایلش انا بعد با خودم میروم کمپیر منو میبیند نمیشناسم. بگوید این مایداگی خسلو یکم کیست؟ من از اینجا منصاب حالا کاکا خاموش شنیدو چشمانتون رو پوشید. این خلقه میزنیده. بچه در درون علفو چه میکوبی؟ ای امر جان نپرسنه. یک موی سفید من دکک شده به درون علفو افتاد. 6 ساعت باز میکوبم هیچ نکی بیابم. ای وایه برای چی؟ وقتی از کبرا گذاشتن دستی من رو سختی میدارکی؟ ها پدری من هم نباشد ترسونچک وقتی من رو به مکتب میبرد دستی من رو سخت میدارد. ها با فکر اودن کلون شود ترسونچک نشده. شهرام جان اینجی؟ اینقدر بربر؟ شهرام جان با هم سینفونت جنگ کردی؟ نه و چی گپ شد؟ شهرام جان شاید به درس تیار نبودی؟ نه یا در وقت درس با هم سینفونت گپ زدی؟ نه شاید معلمه جنگ کرد؟ نه اخی خیر نباشد برای چی افتاد پریشان تابت خیره؟ من در درس نجنبیده خواب بودم. معلمه من رو بیدار کرده از صنف پیش کرد. بچه‌های عزیز شما با این درگاه علم و معرفت اومدید. مؤسسه معقول شد؟ اکنون که اومدیم چیکار میکنیم ما در این مؤسسه؟ میخونیم. آفرین بچه‌های عزیز درس ما به آخر میرسد. امروز حاضر همه از جا ما میخیزیم جزدانامون رو میگیریم و خونه میریم. در راه احتیاط میکنیم همراه پدر و مادرمون
خونمون میرویم. مایل است بچه‌ها؟ بله. خیر بچه‌های عزیز. خواهر جان شناسایی با معلومات با تو معقول شد؟ بله. با خودت یگان دوگانه پیدا کردی؟ بله. بگو که در مکتب بیشتر به تو چی پسند اومد؟ زنگی تنفس. چی؟ ای بلوز زند دادا ما میدونم چی شده است. ای تو خب کن خواهی ای بلوز زند دادا جان من میدونم چی شده است. تو حالا خب شد هیچ زند هیچ نفهمیدم. دادا جان من گویم چی شده است. تو نگو تو جیم شین جین زند چی بلا شده باشد نفهمیدم. دادا جان من گویم چی شده است. چه میگو چی شده است؟ ماشین ویران شده است. من خودم میدونم که ویران شده است. تو در صنف چندم میخوندی؟ پنجم معلم. او سال گذشته صنف پنجم نمیخوندی؟ معلم تکرار مادر دانش گفتم. چی؟
درس کی تیار؟ آفرین قریب که همه از روی ژورنال میپرسم بعد نزد تخته صنف میبراید خال محمد و دنیا نه نورف مراد جان کنی مراد جان به نزد تخته صنف برو ما هممون میدونیم که مراد جان همه وقت به همه درس‌ها با تیاری پور میگوید. حاضر میبینیم کنی مراد جان به درس امروزه ما تیار هست یا نه. مراد جان کنی با ما بگو که دوستان چند طایفه میشوند؟ 3 طایفه. آفرین 3 طایفه. با این 3 طایفه همون دوستانی که گفتیم چگونه دوستان وارد میشوند داخل میشوند؟ نونی، زبانی، باز چی بود؟ جانی. آفرین دیده ده؟ گفتم که مراد جان همه وقت به درس‌ها با تیاری پور میآید. کنی مراد جان با ما گفته ده که دوست نانی. دوست نانی یعنی چگونه دوست است؟ نان نمک تو را میخورد و یگاه مسئله دشوار که پیدا شد تو را پرتفته میگریزد. آفرین در حقیقت هم همین خیل است. دوستی زبانی. دوستی زبانی چگونه دوست است؟ دوستی زبانی؟ در پیش تو رو تعریف میکند و در پیش دیگر کس هر چیز میگوید. آفرین یعنی که دوستی زبانی در نزدت دیگر گپ میگوید و از پس تماما دیگر گپ یعنی که غیبت میکند. مراد جان همینه در نظر داشت. دوستی جانی چگونه دوست است؟ دوستی جانی شخصی است که همیشه در بر تو است. با وی فرق ندارد که تو ثروتمندی یا کمبغلی. آفرین مراد جان یعنی که دوستی جانی اون کسی که در حقیقت هم دوستی تو هست نگاه نمی کند که تو بای هستی یا کمبغل دوستیش را دوام دادن میگیرد. آفرین مراد جان آفرین. با مراد جان بهای چند میمونیم؟ 5 فر به حقک. 5 فر به حقک نصیبت نورف مراد جان. آفرین. این تلفن تو زنگ زد؟ بله این تلفن ما هم. و تو میدونی که با مکتب با درس خواننده هیچگاه همراه خود تلفن گرفته نمیاره. کنی با ما بگو که با تو زنگ زد؟ من یک دوست هم زنگ زد. یک دوستش. انا اکنون حاضر میپرسیم انا همین دوستت با کدام طایفه وارد میشود؟ یعنی از همون طایفه با کدامش داخل میشود همین دوستی که حاضر با تو زنگ زد؟ با یگان طایفه داخل نمیشود این دوستی من. برای چی؟ برای که ما نوکک شناس شده. نو شناس شده؟ نه نو شناس شده. نوکک شناس شده دو علاقه با تو زنگ میزند. در کجا شناس شده؟ در اینترنت. در اینترنت شناس شده است. نورف مراد جان بهایت 3. برای چی؟ باز میپرسی که برای چی؟ باز حیران نگاه میکنی. برای اختراعات یعنی مراد جان طایفه 4 دوستان را اختراع کرد. یعنی دوستی چی؟ اینترنتی. برای اختراع کردن طایفه 4 دوستان یعنی دوستی اینترنتی بهایت 3. و تو میدونی که این دوست اینترنتی تو بر این خواننده فعال کلکدو میگرداند. اشید بهایت 2 برای اختراع دوست اینترنتی. کجا میروی؟ به ورزشگاه. امروز مشق دارم. تو با کجا میروی؟ من بیا اینجا شنه بیا.
ман ҳам ба варзишгоҳ меравам. Лекин ба варзишгоҳи иродаамро обу тоб додан мехоҳам, ки оҳанин шавад. иродаро мо ба чашм дидан намешавад ку? албатта дида намешавад, лекин обу тоб дода ба мисли пулот сахт кардан мумкин ку, вагарна мешкананд. иродаат ки мустаҳкам шуд, худатро муҳофизат карда метавонӣ. На аз хунукӣ меларзиву, на дар гармӣ нафасат мегирад. барои иродаамон мустаҳкам шудан чӣ кор бояд кунем? яъне ин кор мекунӣ. масалан, агар дилат ширинӣ хоҳад, баръакси он чакка бихӯр. агар дилат сайру тамошо хоҳад, баръакси он дар хона нишаста китоби бадеӣ бихон. чӣ агар мурғбирон хоҳам нахӯрам? албатта нахӯр. баръакс ширчой бихӯр. хулас, баръакс ва боз ҳам баръакс. хобат дояд, бедонишин. хобат набошад, хоб бикун. хандаат дояд, гирья кун. гирьяат бошад, ханда кун. аҷоиб? албатта аҷоиб. масалан, дили ту ҳозир яхмос мехоҳад. мехоҳад баъд? нахӯр. хуб, намехӯрам. лекин яхмосфурӯш дубора яхмос мал намегирад. инаш кори ту ҷура. ту бояд нахӯрӣ. бо нафсат ҷанг бикун, то ки иродаат обу тоб ёбад. масалан, дили ман ҳозир яхмос намехоҳад. яхмос хӯрдан ҳам намехоҳам. лекин ҷураҷон, ман бояд иродаамро обу тоб диҳам. яхмосатро ба ман де.